زهر بار هرچی دود کرده بودم پرید. بابا پول بده، میخوام برم توپه بخرم. چی میگی پسر؟ پولم کجا بود؟ تو که میدونی هر روز یارانه نداده. من نمیدونم، با توپه میخوام، یا پول میدی یا میزنم شیشه ها رو خورد میکنم. تخم سگ میگم ندارم. پول نداری؟ پول داری تریاک بخری بکشی بره هوا، ولی برای بچت که میرسی پول نداری؟ خار مادرم ثابتی، برو همون خروس مادر مردن بردار بازار بفروش، برا خودت توپه بخر. خروس دارم، خروس. بین خروس منو بخرید، کنارش خیلی سفته، به هر مرغی چسیده، مرغ 5 تا تخم با هم زایده. آقا خروس منو بخر، جیر مادرت بیا خروس منو بخر. چرا کسی خروس منو نمیخره؟ خسته شد. پسر بیا اینجا ببینم. با منی؟ بله با تو هم. جونا خروستو چند میفروشی؟ خروسون 1000 تومن. بیا تو خروستو بهم نشون بده ببینم چه خروسی داری. خب همینجا ببین. نمیشه، شوهرم شکاک الان میاد، ما رو با هم ببینه برا تو بد میشه برا من. خب باش. خب زود باش خروستو نشونم بده. خروس میناش دیگه، چرا نشونت بدم؟ احمق، این خروستو نمیگم، اون خروستو میگم. چی میگی؟ وای خاک تو سرم شد، شوهرم اومد. زود باش برو تو زیر زمین، زود باش. باش اومدم. تو اینجا چی کار میکنی؟ فکر کنم شوهرمه. جانم به قربانت، آمدم یک بوس خوشگلی از تو بگیرم و بروم. دلم برای آن لبای خوبت تنگ شده است. باشه فقط زود، الان شوهرم میاد، زود بیا داخل. جانم به قربانت، دلم برای تنگ شده بود، بیا بغلم. خاک به سرم شد، شوهرم اومد. زود باش برو تو زیر زمین، زود باش. یا خدا، باشه رفتم. تو دیگر چه موجودی هستی؟ تو اینجا چی کار میکنی بچه؟ تو خودت کی هستی کلک؟ دوست پسری خانم میاره. صدایت رو بیار پایین، مگر میخوایی مرا بکشتن بدی؟ خروس منو بخر. چی؟ خروس تو این وضعیت به چه درد من میخوره آخه؟ من نمیدونم، باید خروس منو بخری، مگر نداد میزنم. ساکت باشه، میخرم. چند؟ 50,000 تومان. چی؟ 50,000 تومان برای یک خروس مردنی؟ من نمیدونم، میل خودت، اگه نمیخری داد بزن. باشد میخرم. بیا اینم 50,000 تومان. سگ خور. خروست میفروشی؟ بله که میفروشم. چند میخری؟ 1000 تومان. چی؟ 1000 تومان؟ همین چند دقیقه پیش این را به من 50,000 تومان فروختی. میل خودت، اگه نمیفروشی داد بزنم. ای خدا، باشد میفروشم، فقط تو ساکت باش. اینم خروس برای تو. های زهر مار. خروسمو میخری؟ من که تازه به تو فروختمش، برای چی بخرمش؟ میل خودت، اگه نمیخری داد بزن. هی بروجک پدر سوخته. باشه میخرم. چند میفروشی؟ 100,000 تومان. چی؟ 100,000 تومان؟ پسر تو مگه؟ میل خودت، اگه نمیخری داد بزن. باشد میخرم. بیا اینم 100 تومان، ولی از اینجا که بیرون رفتم پوستت را میکنم. بابا ببین با پول خروس چی خریدو؟ پسر چی کار کردی؟ اینا چیه خریدی؟ خروس فروختم، اینا رو خریدو. چی؟ آخه با پول خروس میشه اینا رو خرید؟ چی کار کردی؟ راستشو بگو، نکنه دزدی کردی؟ تو که خروسم با خودت آوردی خونه؟ نه به خدا خروس فروختم. یعنی چی؟ قصهش مفصله. بگو ببینم چی گندی زدی؟ قضیه از این قراره که خاک بر سرم، ای همه زجر کشیدم که نون حروم نره تو وجودت. پسر این نون حرومه، این پولا حرومه. بابا حروم چیه؟ معامله کردیم. همین که گفتم زود برو پیش ملای مسجد، همه داستانا براش تعریف کن. اگه اون بگه حلاله، اگه بگه حرومه، باید بری صاحبشو پیدا کنی و بهش پس بدی. بابا و سهر بر زود. برادران عزیز، رابطه با نامحرم، آن هم زن شوهردار، گناهی است بزرگ و نابخشودنی که هر کس گرفتار آن شود، هم در این دنیا و هم در آن دنیا مورد عذاب الهی قرار خواهد گرفت. چه شما تخمس. برادران عزیز، جلسه تمام شد، بگذارید بقیهش را برای یک روز دیگر. اجرتان با خدا. ای شیطون، حاجه های مسجد تویی؟ پسر چی میخوای از جون من؟ خروس منو میخری؟ خروس تو؟ آره. چند؟ 200,000 تومان. چی؟ 200,000 تومان؟ پسر مگر تو خدا را نمیشناسی؟ نه تو میشناسی. میخری یا داد بزنم؟ باشه میخرم.